دیدن این ویدیو مثل نون شب برات واجبه. میگی نه؟ با من همراه شو. بسم الله الرحمن الرحیم. آی دختر جوون که 20 سالش شده، آی پسر جوون که 20 سالش شده ولی هنوز مرجع تقلید نداری، شما برید رساله توضیح مسائل نگاه بکنید. اولین مسئله دینی ما بحث انتخاب مرجع تقلیده. آی دختر خوب من، آی پسر خوب من، چرا هنوز مرجع تقلید انتخاب نکردی؟ اگه نمازی میخونی، اگه روزه‌ای میگیری، اگه عبادتی انجام میدیم، مرجع تقلید نداشته باشیم، همه اعمال درست نیست و به مشکل برمیخوره. حالا قبلا یک شبهه‌ای مطرح کرده بودن، اینجا براتون توضیح میدم که مثلا میگم ما چرا باید تقلید بکنیم؟ اصلا تقلید ببخشید کار حیواناست. من خودم بلدم، من خودم آگاه هستم به همه چیز، من دانشمند هستم، چرا باید تقلید بکنم؟ جوابش مشخصه، واضحه. شما ببینید مثلا یک زمین رو بذری کاشتید، گندمی کاشتید، به آفتی بخوره، آسیبی ببینه، میرید از مهندس کشاورزی سوال میکنید دیگه. خدای نکرده اگه مریض بشید میرید خب سمت دکتر دیگه و سراغ دکتر رو میگیرید. تو بحث مسائل دینی هم ما باید به کسایی مراجعه بکنیم که تخصص در دین دارن، یعنی رفتن یک عمر زحمت کشیدن، خون دل خوردن، احکام رو نگاه کردن، تفاسیر رو نگاه کردن، روایت ها رو نگاه کردن، آیات الهی رو ورق زدن، تفاسیر رو نگاه کردن و دستورات خداوند متعال رو خیلی شسته و رفته برای من و شما آماده کردن. پس دختر خوب من، پسر خوب من، بعد از دیدن این کلیپ حتما برو مرجع تقلید خودت رو انتخاب بکن و انشالله برای کلیپ بعدی شرایط مرجع تقلید رو برای شما عزیزان توضیح میدم. یا حق.